سلام، به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. من مومین احمدی با همکارانم از دوشنبه و پرگ خبرهای تاجیکستان و جهان را تقدیم میکنیم. امروز 31 می است. نگاه به محتوای برنامه. از 9 تا 11 سال زندان، دادگاه عالی تاجیکستان حکمی 1 افسر و 7 سرباز کمیته دولتی امنیت ملی را برای لطوکوب سربازان جوان اعلام کرد. هزاران ساکنی تاجیکستان هشدار از مرگ را نادیده میگیرند و سیگار میکشند. تلاش‌ها برای کاهش نازکشی و سیگارکشی در تاجیکستان. آدم‌ها باید سیگار نکشند برای که آینده فرزنداش دیده نمیتونن ای روی همین سیگار شده. نگرانی از خراب شدن یادگاری‌های باستانی تاجیکان در کوهستان نورتای ازبکستان. قلعه فیجک را کی ساخته بود؟ این قلعه در اساس طرح شغدیان ساخته شده است. و برنامه را با خبری آغاز میکنیم که تازه دسترسی ما شد. دادگاه عالی تاجیکستان 1 افسر و 7 سرباز را به لطوکوب نوسکران در یک قسم نظامی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی گناهکار کرد. 2 افسر 11.5 سالی و 4 سرباز 9.5 سالی از آزادی محروم شدند. نظری سربازان و افسران، خانواده و وکیلان مدافع آنها به حکم فعلا دسترس نیست. مولا رجب یوسفی با جزئیات بیشتر. حکمی این سربازان در حال صادر شد که ماه پیش نواری لطوکوب سربازان در شبکه‌ها پیدا شده بود. در ادامه برنامه مشکلی تکنیکی پیش آمد که ما بعداً آن را پخش میکنیم پس از یک آگاهی. در تاجیکستان سالهاست مقامات از تدبیرهایی که برای محدودیت سیگارکشی پیش بینی شده است خبر میدهند، ولی ظاهرا شمار نازکش و سیگارکش ها در کشور کم نشدند. تاجیکستان تاکنون سیگار را از خارج وارد میکرد، ولی حالا قرار است در منطقه آزاد اقتصادی دنغره در جنوب تاجیکستان کارخانه تولید تماکو بنیاد شود. برای ساختن این کارخانه 20 میلیون دلار سرمایه جلب خواهد شد. همکارانم علیشیر ظریفی و نگاره فضل‌الدین در روز مبارزه ضد تماکوکشی به مشکل سیگارکشی در کشور و این گزارش را تهیه کردند. همکورسون میکشیدن. ما گفتم یک کیفیت شفایم. سیگارکشی برای این جوان تاجیک به عادت تبدیل یافته است. 5 سال بعد سیگار میکشد و بعضی پیامدهای ناگوار آن را در بدنش احساس کرده است. میگوید هنگام ورزش نفس تنگی دارد. من سیگارکشی سر کردم وقتی استودنتی در دوم کورس. ضررش فقط وقتی مشق با ضررش حس میکنم چون که کمتر ادشکه دارم. جمال‌الدین تاکید نمود که با وجود آنکه خطر سیگار در نوشتجات قوطی آن ذکر شده است، ساکنان با سبب‌های گوناگون به این عمل دست می‌زنند. من با آن خاطر سیگار میکشم که این به من معقول است. آنها هم هستند که با سیگار کشیدن راحت میکنند و با این راه مشکلاتشان را فراموش میکنند. طبیبان از خطر ناگوار تماکو از جمله نوش و سیگار به سلامتی ساکنان هشدار می‌دهند. نه تنها تاثیر سیگار نیکوتینی که دارد با تاثیر منفی با رگ‌های مغز سر، رگ‌های دل می‌رساند. اینچنین رگ‌های پای هم آسیب می‌بینند. بسیارتر آدمایی که سابقه زیادی سیگارکشی دارند درد پای شدید که مراجعت می‌کنند و وقتی که تشخیصات علاوگی می‌گذاری می‌بینی که تا چند روز رگ‌ها محکم شده. این طبیب میگوید کشیدن ناس هم که حالا میان ساکنان زیاد به نظر میرسد مثل سیگار به سلامتی ضرر داشته است.
ба қавли ӯ роҳҳои пешгирӣ аз паёмадҳои баъди носу сигор вуҷуд надорад. тавсия медиҳад ки ягона роҳ даст кашидан аз чунин амал аст. қонун дар бораи маҳдуд намудани истифодаи маҳсулоти тамоку соли 2011 қабул шуда, баъдан ба он тағйиру иловаҳо ворид карда шуд. тибқи қонун кашидани сигор ва нос дар тамоми маконҳои умумӣ ба истиснои ҷойҳои таъиншуда манъ аст. рекламаи тамоку низ иҷозат нест. сокинон дар бораи паёмадҳои кашидани сигор ба саломатии инсон назарҳои гуногун доранд. одами баақл, одами солим ҳеҷ вақт на нос мекашад, на сигарет, на арақ. ва дар ҷои ман хонда будам ки 1 грамм ба фикрам ҳамун никотине ки дар таркиби вай ҳаст. Никотина? Никотине ки дар таркиби ҳамин сигор ҳаст, аспа мекашад. хайк одамизод ба шуша нест мекунад. мағзи сарам. вообще ҳама зуда. нафаскашӣ ва шиш пеш бисёр зарари чӣ дорад? Чӣ мегӯянд? Зарари манфӣ дорад. шумо сигор мекашед? Не. Одамон бояд сигор накашанд, барое ки оянда фарзандо шида наметавонанд айрои ҳамин сигор шида. омори соли 2018 нишон медиҳад ки дар тоҷикистон беш аз 5 миллион нафар тамоку мекашанд ки 78% онҳоро мардон, 10% занон ва 12% дигарро ноболиғон ташкил медиҳанд. вале феълан теъдоди дақиқи сигору носкашҳо дар кишвар маълум нест. гузориши ҳукми як афсар ва 7 сарбози тоҷик ҳоло омода шуд ва инҷо тамошо кунед. حکم 8 سرباز و افسر روز 3 می از طرف دادرس کلیه حربی دادگاه عالی در شهر خوجند اعلان شد. مقامات جزئیات آن را نمیگویند. روز 31 می در کلیه حربی دادگاه عالی به خبرنگار رادیوی آزادی گفتند با سببی به قوه قانونی ندرآمدن حکم آن را شرح دادن نمیتوانند. دادگاه سربازان فخرالدین عظیموف، محمد نظر ناظموف، سنت الله خلمتوف و جانبه قاسم زاده را به 9.5 سال زندان محکوم کرده است. سربازان دیگر اعظم جان کمالوف، حاجی اکبر سیف الله و شمس الله یوسفوف 11.5 سال زندان گرفتند. 4 سرباز به ویران کردن قاعده‌های آیین‌ناموی و 3 نفر دیگر بر علاوه این اتهام باز به سوء استفاده از وکالت گناهکار شدند. پادپالکومنیک نزهت لزوریف به 11.5 سال زندان محکوم شد. این افسر به سوء استفاده از مقام و برآمدن از حد وکالت خدمتی گناهکار شده است. این بند قانون از 8 تا 12 سال زندان را در نظر دارد. معلوم نیست که 8 سرباز افسر حکم دادگاه را قبول کردند یا نه. تلاش‌های ما برای پیدا کردن نزدیکان یا وکیلان دفاع سربازان و افسران به نتیجه بود. مسئولان کلیه حربی دادگاه عالی گفتند مرافعه به طور باز و در بینای دادگاه حربی گرنیزانی شهر خوجند گذشت. نمایندگان 2 تلویزیون محلی ولایت سوخت مرافعه را ثبت کردند. 8 سرباز و افسر آخر ماه اپریل امسال و به دنبال پخش نوار لاتوکوبی سربازان بازداشت شدند. پخش این نوار در روزهای دعوت بهاری جوانان به ارتش خشم بسیاری ها را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. مولا رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی، دوشنبه. و گزارشی از ایران. پیشنهاد ازدواج یک عاشق با معشوقش در ایران سبب از کار رانده شدن 2 مسئول بخش فرهنگ شده است. در نواری که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، مرد با یک زن در آرامگاه شاعری معروف فارس حافظ شیرازی پیشنهاد ازدواج میکند و او را آغوش میگیرد. زن در نوار بی روی سری است و مقامات ایران با ادعای آن که نوار حالتهای ضد اخلاقی دارد چند نفر را جزا دادند. زرنگیز نوروزشاد در این باره گزارش دارد. این صحنه شاد و عاشقانه خواستگاری از یک جوان دختر در ایران مقامات را به خشم آورد و باعث از کار رانده شدن 2 مسئول شد. این نوار در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. در آن لحظه پیشنهاد ازدواج با یک دختر تصویر شده است. مرد در نزد مقبره شاعر نامدار حافظ در شهر شیراز دوست دخترش را خواستگاری می‌کند. مقامات گفتند در ویدیو صحنه‌های جای دارد که ضد قانون‌های اخلاقی ایران است. در آن زنان حجاب ندارند و جفت عاشق در میان مردم همدیگر را به آغوش می‌گیرند و موسیقی صدا می‌دهد. رسانه‌های ایرانی خبر دادند که در پی نشر این نوار سردار آرامگاه دستگیر شده است. رهبر میراث فرهنگی و سیاحی ولایت را نیز بازداشت کردند. اما در شبکه‌های اجتماعی آدمان بسیار جفت را طرفداری کردند. حاکم ولایت آن را ویران کردن قانون‌های شریعت نامید. درباره عاشقان خبری دیگری نیست. بعد از ستیزه‌های همگانی سال گذشته در سراسر ایران زنان قانون حجاب را نادیده می‌گیرند.
برنامه را با گزارشی از ازبکستان ادامه می‌دهیم. عالمان و زیایان منطقه‌های تاجیک نشین در ولایت نوایی ازبکستان از نابود گردیدن یادگاری‌های تاریخیشان اظهار نگرانی دارند. چندین قلعه و نگاره‌های قدیمی در کوهستان نورعطا که عصرها پیش ارض هستی کردند خراب گردیدند. ساکنان میگویند باید در این موضع کاوش‌های باستانشناسی گذرانیده شود و این میراث کهن بنیاد حفظ گردد. فرزان محمدی در این موضوع گزارش می‌دهد. در بلندی بیش از 1000 متر در فراز دهه ایج کوهستان نورعطا قلعه قدیمی فیجک گویا آخرین نفسهایش را میکشد. ساکنان اینجا حدس میزنند که این باششگاه عصر 2 پیش از میلاد ساخته شده، در آن اساساً نظامیان و درباریان منطقه زیستند. به باور باشندگان دهه‌های کوهستان نورعطا گذشتگانشان در این گونه قلعه‌ها زندگی میکردند و این سوراخی ها را همچون دیدبانگاه نظارتچیانشان استفاده بردند. یعنی هنگام آمدن هجومگران و ثبتکاران آنها از اینجا نظارت کرده و به دیگران آگاهی میدادند. بعد پایان رفتن این ضبطکاری ها آنها زندگی را در پایان این منطقه در جایهای همواره و دامن کوه ها اختیار کردند. کلمه فیج شکل دیگر شده پیک را داشته است. یعنی این قلعه را به عنوان خبررسان و پیکرسان مردم اینجا استفاده می کردند. قلعه فیجک در مساحت بیش از 100 متر مربع جایگیر شده است. دیوار مدور سربر آن که از سنگ‌های عظیم ساخته شده است به اندازه راه عرابه عرض دارد. درباره بالای این قلعه دکتر علم‌های بیناکاری دادا عوض و نازلوف گفتنی زاده دهه شینتب کار علمی و تحقیقات بردگی. ما همراه اونجا بسیار برآمدگیم. از روی آورده آن کس این قلعه در اساس طرح شغدیان ساخته شده است. فقط همین موافقه ما نوشته جای بسیار آدمانی که اینجا تحقیق کرده نوشتن میدونم که اصلی ما سعودی. هرچند حالا در اینجا غیر دیوار و سنگ تپه دیگر چیز مشاهده نمی شود، آموزگاران دهه ایج میگویند در عمق آن رمز و رازهای نهفته است. محل‌هایی که سرنوشت تاریخی دارند باید بازآموزی شوند، باید پژوهش‌های دقیق در اینجا انجام شود. این گونه کارها را حکومت ازبکستان توسط همون وزارت فرهنگی و میراث نیاگان انجام داده است. چند در مورد دهه شفت ما، دهه بغل دست ما در سینتر بسیار کارها صورت گرفت و برای همین یادگاری‌هایی که در آنجا هست راه‌های آسفالت و کپروک‌های دسترسی ساخته ایستاده است. بسیار همین سال گذشته نزدیک 100 میلیون برای اون جلو کردن. یعنی این خیلی کارهای آبادانی و فراهم آوردن مقال‌های بازدید برای جهانگردان درست برشده ایستاده است. و امید داریم که در ایج هم این گونه پژوهش انجام می‌شود و این کارها را انجام می‌دهند. ناحیه کوهستان نورعطا ده‌ها مکتب و کودکستان تاجیکی دارد. در گذشته این ناحیه تابع ولایت سمرقند بود و بعداً به ولایت نوایی گذرانده شد. تاجیکان این منطقه امیدوارند که بعد تضییق و فشارهای چندین ساله همکنون به تاریخ و میراث ملیشان ارزگذاری می‌شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه نورعطا. سفیران تاجیکستان در 4 کشور از جمله در 2 دولت اروپایی عوض می شوند. مهمترین تغییر به نام سفیر تاجیکستان در بلژیم و نمایندگی دائمی کشور در اتحادیه اروپا و ناتو ارکین خان رحمت الله زاده ربط دارد. به جای او مظفر حسین زاده تعیین می شود که تا این دم معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان بود. برنامه به پایان رسید، ولی شما خبرها و خبر و گزارش‌های بیشتر را هر لحظه می‌توانید در سامانه رادیو آزادی و صفحه‌های رادیو آزادی در توییتر و تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و ادنا کلاسنیک و تیک توک پیدا کنید.